ببخشید بازم مزاحمت شدم. راستش میدونی هیچکس نیست حرفای منو گوش بده. میشه تو به حرفام گوش بدی؟ راستشو بخوای من توی خانواده معمولیم. بابام کارگره، ولی بابام از کارش اخراج شد. به خاطر همین من پس‌اندازمو گذاشتم، تکاندمم فروختم که بتونم یه خورده به بابام کمک کنم. ولی خب باید من حواس داشته باشم دیگه، مگه نه؟ وقتی بابام اخراج شد من رفتم سر کار. هم الان خیاطی کار میکنم، هم شبا میرم رستوران آشپزی میکنم. الانم اصلا ناراحت نیستم، ولی چون میرم سر کار